آیت‌ها جلسه داشتن، ایشون مصمم بودن که VAR رو میارن. گفتن جلسه هم که حتی با دیروز چون بعد از ظهر با بانک مرکزی داشتن سر همین تأمین ارز VAR کاراشو میکرده بودن، ولی به هر صورت اینجا یک همت ملی میطلبه. این چیزی نیست که بگم مثلا مسئول استادیوم آزادی باید اینجا رو آماده کنه یا شرکت توسعه باید آماده کنه. این یه همت ملی رو میطلبه. حالا ما اگه باشگاهی نداریم در سطح باشگاه سعودی این همه پول داشته باشن، همه در پی این باشن که امکانات ماورای طبیعه داشته باشن، حداقل رو باید داشته باشیم. اینجا حتما باید دولت به نظر من یک کارگروهی از مجموعه وزارت اقتصاد، وزارت ورزش، خود نهاد ریاست جمهوری یه تبیین کنه که تا بتونن جایی که آینه جمهوری اسلامی 24-25 روز دیگه ما باید در جام باشگاه‌های آسیا